یکمین آرزوی من، تمنای من در سال جدید این است که شما من اگر در خیابان دچار می آید، در شب و روزی سال نوی خودی من که نوروز است، این ایده به من تبریک گوید و من تمنا دارم، آرزو دارم که در کشور ما مبدأ تاریخ ما، سال نوی ما سال خودی ما باشد، نوروز باشد که با خدمت 5000 ساله و اون گستره بسیار ارزشمند فرهنگی که اون فرا گرفته است. این یکم تمنای من است. تمنای دومی من این است که در دوام 10-12 سال اخیر فرزندان سرزمین ما، تاجیکای ما در قلمرو کشورهای بیگانه، در دشت‌های شام و عراق و امروز در اوکراین برای منافع بیگانه ها کشته می شوند، می جنگند و کشته می شوند. من آرزو دارم که هیچگاه فرزندان سرزمین ما برای منفعت بیگانه و در دایره نفوذ ابرقدرت ها سوء استفاده نشوند و در سرزمین بیگانه نمیرند و مادر و پیوندان خود به سوگ ننشانند. تمنای سومی من، آنچه که همیشه من دربارش فکر میکنم، به سرنوشت تاجیکای آن سوی آمو ربط میگیرد. من آرزو دارم و تمنای آن دارم که برادرای آن سوی آموی ما در این دوره بسیار حساس و امتحان که پس سر میکنند تندرست باشند و در آرامش باشند و در امنیت باشند و روز برسد که اینها هیچگاه زبان و فرهنگ و هویت اینها زیر سوال برده نشود و به حاشیه رانده نشود. و از خداوند برای تاجیکستان و تاجیکستانیان تمنای تندرستی و خوشروزی دارم، برای کشور رفاه و پیشرفت و از همه مهم آرزو دارم که همین آفریدگار در قلبی سخت و سنگ شده همون مردمی که اهل رشوه و رشوه ستانی اند یک نور تجلی کند و اونها از این کاری پست و از این کاری بیشرفی دست کشند و سرمایه کشور ما را به هدر ندهند، امید مردم هدر ندهند و مهم از همه پایه های دولتداری ملی را ضعیف نکنند.